سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو پنجم هست. خب این ویدیو ترسناک علی کفتری پفتری 3 نفر بازیکن همونایی که تو پیج نوشته شده. خب علی الان تقریبا معلوم نیست کجاست، شبا میاد. شبا خیلی میاد. آره بچه‌ها اون حرفی که هم پویان زد رو تکرار کن. مثلا مدل ترسناک رو بگو پویان. مدل ترسناک هم داریم. مثلا مدل ترسناک هم الان مدل ترسناک رو واسهتون میذاریم. مدل ترسناک رو واسهتون میذاریم، اما به افتخار روزی 2 تا مثلا ویدیو میذاریم، روزی 2 3 تا 3 4 تا 5 6 تا ویدیو میذاریم که بهتر بتونیم براتون میذاریم. علی کو بچه‌ها؟ هدفمون آهنه. نه هدفمون دایمند آخره. بابا خیلی سخته مهدی. چی سخته؟ هدفمون ریدستون آقا. چی؟ ریدستون. یعنی دادش ردستون آسونه بابا. ردستون هر جا باشه اصلا یه ذره جلوترش دایمنده مطمئنم. من 2 تا 5 تا پرم من وصله‌امو پیدا کردم اینجا افتاده. مدل محمد سوتی رو میذاریم. مدل محمد سوتی. من که استخون داری یاده؟ استخون بس ببینم تو. آره دارم. چطور؟ چند تا؟ یه دونه. اونم مثل علیه، سری میدونه. بس بگیرم. اونم مثل علیه، مثل ما میدونه. عجب خری هستن ها این آدم ها. بازار کل چرا؟ چقدر این کسکشان عزیزت مانن. نه ناموسن بچه ها دهنم رو سرویس کردن ها. بویم اگر میتونه خمش ما میز بگیریم دیگه نیاریم. راست میگه، ما میز میخوایم بگیم حیات بزنیم. دهنم رو سرویس کردن به مدت زمان. نشستیم وضعیت بالا. آره ما تو پله نشستیم کارمون، اما همین فردا یا پس فردا شاید بتونیم بهتر کارمون انجام بدیم. بگم 10 میلیون پول در میاریم و نداشتم من. حالا اول کاره. ای علی چون مادرت نکش من. علی نه جوف مادرت نه. خب هر واسه من برنده من بعدی میشم اسپانر میشم. چه علی کفتر میاد. علی اصلا نمیذاره ما دست کنیم اینجوری یه وسیله بتونیم. نمیشه پویان اسپان کردم. برام پیش اسپانیش کردم. کجای وسیله های من؟ پرم نگیرشون. پرم پویان میتونی در ببندی؟ آره. پویان در ببند. یه لحظه بچه ویدیو رو استاپ کنیم. ادامه ویدیو رو هم بریم. کمر بچه میدیم ما باید چیکار کنیم. و وقتی که میز گرفتیم واسه تا صندلی، خب بهتر اینه که فکر کنم در ببندیم بشینیم چیز کنیم. بعد کلی جا هم با میشه یه بعضی از کرموها نمیان کرم بریزن. ها مسئلهایی که دارم گرفتی؟ آی خانم دلار شنیدم زنده هستی بابا نه تو کاییده هرد سه کاییده های خانم دلار برام بریم توی آب یه ذره ما ببینیم. واسه من تبر سنگی ما بردارم. بسم الله هم بریم. ای خانم دلار شنیدم زنده هستی بابا نه تو کاییده الان 3 گلوزاییده های
خانم دلومت شنیدم زنده هستی با نه ندویده نفسی علی فکر نکنم بتونه بیاد توی آبا نه نه بلد نیست. آره. اگه تو آب بشیم امنیتمون بیشتر از این بیرونه ها یا زامبیا میریزن سرمون یا علی ما رو میکشه. آره یا عنکبوتا خب بیا بریم. من این بار به شما رو بلیط می‌کنم. پرم میدم وایسا من من یه دقیقه شاه میکنی یه دقیقه تیپ میکنم شکلی ویدیو شروعه ها حواستون باش هرکی علی بلدش نمیکنه. بلد آبو. به جهنم خانم دلومت علی دوتا علی هم ریختن سرم. برام چیزی پیدا که پویان کجایی چیز حالا فعلا من توی این جزیره بمونیم نه بعد بریم طرف شنا اونجا یه چیزایی هست من 3 تا 5 دارم من ببینم چند تا پشم دارم منم یه دونه پشم توسی دارم یه دونه پشم سفید 12 تا هم سنگ دارم ممکنه صدا علی چرا اینجوری چیزی قاطر بلنگو میده. نه اینجوری میره بریم بلده ولی نمیتونه تو سطح بلند شنا کنه. آخای مثلا خفش بمیره عوضی خفه نمیشه. نمیتونم بمیره. پرام دائما پیدا کردم این زیراها این زیرای چیز خب توی دریا هستش زیرا علی اومد تو. کو علی هر وقت علی میاد چی شد؟ سلام بچه‌ها سلام دوباره هنوز ادامه بازی انجام میدیم بازی علی تقریبا چند دقیقه شده بابا امانی هیده بیدن نمیشه بابا زحمت نشه. آره مردی اینجوری دارم که مثلا من یوبرانم یا بچه بترسن بچه ها زیاد کامل بیزن تو برای من الکس یا پاسا. چطور؟ لا این کی داره تو آقا؟ پرهام نجاتش بده پارسا چجوری نجاتش بده ایسا داداش تو یارو من کوبون به سپره چیزه شبانموی بچه خدافظ